تازه‌ترین خبرها به روایت شهروندان. پنجشنبه 21 اسفند. مصطفی هجری: رژیم ایران از ما درخواست مذاکره نکرده است. اشاره: کاک مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در گفتگویی با شبکه‌های ماهواره‌ای العربیه و الحدث تاکید کرد که در آینده مردم ایران به خیابان‌ها خواهند آمد و با این حرکت سرنگونی رژیم دور از انتظار نیست. آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یا مقامات آمریکا و اروپا با جناب عالی و ائتلاف احزاب سیاسی کردستان ایران تماسی داشتند؟ اگر چنین بوده، چه پیشنهادی به شما ارائه دادند؟ مصطفی هجری: ما در گذشته و حال از طریق نمایندگان خود با این کشورها تبادل نظر داشته ایم و درباره موضوعات مختلف سیاسی گفتگو کرده ایم. و در ادامه خبرها، امروز پنجشنبه حمله پهپادی سپاه تروریستی پاسداران ایران و میلیشیاهایش به اربیل، هولیر، پایتخت اقلیم کردستان، پهپادها توسط سیستم ضد موشکی در آسمان منهدم شدند. تهران: در خیابان شهید کلاه‌دوز بین شریعتی و پاسداران در چهارراه قنات ایست بازرسی برقرار شده است. در شرق تهران بزرگراه باقری زیر پل زین‌الدین ایست بازرسی برپا شده است. در محدوده شریعتی قلهک سر یخچال ایست بازرسی برقرار شده است. در سر 16 متری اول چهارراه گلبرگ ایست بازرسی برپا شده است. نظرآباد هشتگرد استان البرز ایست بازرسی در مسیر نظرآباد به هشتگرد برقرار شده است. نوشهر استان مازندران در بولوار امام رضا به سمت مرکز شهر ایست بازرسی برقرار شده و نیروهای مستقر عمدتاً نوجوان و ماسک پوش گزارش شدند. کرج استان البرز در خیابان مطهری ایست بازرسی برقرار شده است. مشهد در خیابان مجیدیه ایست بازرسی برپا شده است. همدان ایست بازرسی در ورودی شهر از مسیر جورقان به ابتدای بولوار فرودگاه منتقل شده و نیروها با فاصله از یکدیگر مستقر شدند. این وضعیت موجب ترافیک سنگین شده است. تازه‌ترین گزارش‌های مردمی از حملات و تحولات میدانی. پنجشنبه 21 اسفند. بر اساس گزارش‌های میدانی شهروندان از نقاط مختلف کشور، از بامداد تا اواخر صبح پنجشنبه 21 اسفند چندین انفجار و حمله در استان‌های مختلف گزارش شده است. استان هرمزگان در بندرعباس حدود ساعت 11 صبح صدای انفجار در شهر شنیده شده است. گزارش‌های مردمی حاکی است 3 تا 4 جنگنده در آسمان منطقه دیده شدند و گفته می‌شود فرودگاه هدف قرار گرفته و 2 هواپیما در حال سوختن هستند. همچنین از صبح چندین بار این منطقه هدف حمله قرار گرفته است. استان خوزستان در دسفول ساعت 9:49 صدای 8 انفجار شدید گزارش شده است. ساعت 10:15 نیز گزارش‌هایی از حمله پهپادی به قایق‌های پنهان شده نیروی دریایی سپاه در خورهای اطراف پایگاه دریایی بندر امام حسن در شهرستان دیلم منتشر شده است. همچنین ساعت 10:55 انفجار بسیار شدیدی در محدوده فرودگاه ماهشهر گزارش شده است. استان فارس در شیراز حدود ساعت 4 بامداد و همچنین حوالی ساعت 8 صبح صدای چند انفجار شدید در نقاط مختلف شهر از جمله در شمال غرب شیراز شنیده شده است. همچنین ساعت 8 صبح 2 انفجار شدید در محدوده پایگاه هوایی شیراز گزارش شده است. استان مرکزی حوالی ساعت 4 بامداد شهرک صنعتی خیرآباد در نزدیکی عراق هدف حمله قرار گرفته و گزارش شده چند سوله در این منطقه آسیب دیدند. تهران از صبح پنجشنبه 21 اسفند گزارش شده ایست‌های بازرسی در برخی مسیرها افزایش یافته و خودروها به طور کامل مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در این حال گفته می‌شود چند ایست بازرسی دائمی در برخی مسیرها نیز جمع‌آوری شده است. یام مجتبی یا پیام چند سردار سپاه. با پیام مکتوب و عدم حضور در برابر دوربین، فرضیه مرگ مجتبی یا اینکه در کما هست قوت بیشتری گرفت. بایکوت نشست پارلمان نروژ از سوی ائتلاف احزاب کردستان ایران. چندین حزب و سازمان کردی در شرق کردستان اعلام کردند که نشست برنامه‌ریزی شده در پارلمان نروژ را تحریم خواهند کرد. این احزاب معتقدند مسعود قره‌خانی رئیس پارلمان نروژ از چارچوب اختیارات رسمی خود فراتر رفته و از شاهزاده اپوزیسیون یعنی رضا پهلوی حمایت کرده است. پست ارتش اسرائیل. ارتش اسرائیل مجتمع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی قلب تپنده ماشین دروغ و سرکوب سپاه پاسداران را مورد هدف قرار داد. دونالد ترامپ در مورد ایران: ما نمی‌خواهیم زود برویم، مگر نه؟ ما باید کار را تمام کنیم. درست است؟ در 11 روز گذشته ارتش ما عملاً ایران را نابود کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه محکوم کردن حملات ایران علیه کشورهای خلیجی و اردن را به تصویب رساند. در این قطعنامه شورای امنیت ضمن محکوم کردن حملات ایران علیه کشورهای خلیج و اردن آن را نقض قانون و تهدیدی علیه صلح بین المللی دانست. پیشنویس این قطعنامه که از سوی کشورهای خلیجی و اردن درباره حملات تجاوزکارانه ایران ارائه شده، شامگاه چهارشنبه 20 اسفند در مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شده و تصویب شد. پرزیدنت مسعود بارزانی امروز پنجشنبه 12 مارس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درگذشت صالح مسلم، سیاستمدار برجسته غرب کردستان را تسلیت گفت. متن پیام پرزیدنت بارزانی: درگذشت مرحوم صالح مسلم را به خانواده و بستگان وی تسلیت می‌گویم و از خداوند بزرگ خواستارم که روح وی را به بهشت برین شاد گرداند. انا لله و انا الیه راجعون.